سلام، علی امیرمعید هستم. اینجا یه جاییه در میانه سرزمین‌های میانه سرزمین سبز انگلیسی و من دارم از این میانه شروع میکنم برم به سمت جنوب شرق انگلستان که لندنه، برای اینکه بتونم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم. امروز 24 خرداد 1392. اینجا حوالی ساعت 10:30 صبح، میشه 1 بعد از ظهر به وقت ایران و من راه طولانی در پیش دارم و دوست دارم که این قصه رو بتونم برای شما تعریف کنم. با من باشین. اینجا هم یه کانالیه که وسط راه ما هستش و خیلی جای خوبیه برای اینکه آدم‌ها سوار قایق بشن و بیان اینجا قصه های عاشقانه خودشون رو با شدت و حدت و حرارت خیلی خوبی پیگیری کنن. خب من اول رسیدم توی یه دونه استیشن قطار که از اینجا قطار بگیرم برم به سمت مرکز شهر که از اونجا بتونم اتوبوس بگیرم تا بتونم برم به لندن. خب من فکر می‌کنم این اتوبوس منه. این ارزان ترین اتوبوسیه که میشه پیدا کرد از همه اتوبوس‌های شرکت‌های دیگه. اتوبوس رانی ارزان تره، برای همینم ایستگاهش اساس خیابونه. خب ما الان اینجا راه افتادیم. حدود 200 کیلومتر طول میکشه تا برسم به مرکز شهر لندن. یه چیزی حدود 3 ساعت خورده‌ای باید باشه. الان حدودای ساعت 11 که میشه حدودای ساعت 2:30 بعد از ظهر ایران. من احتمالا حوالی ساعت 2 به وقت انگلیس میرسم به لندن. من فکر میکنم که رأی دادن ما حق ماست. کسی نمیتونه این حق رو از ما بگیره. حق تعیین سرنوشت سیاسی یه حقیه که کسی نمیتونه از ما بگیره و ما برای این حق مردم ما فداکاری‌های بسیاری کردن، خونهای زیادی ریخته شده. حالا یک عده‌ای در سرشون اینه که بیان مردم ما رو قهر بدن با صندوق رای و به اصطلاح یه کاری کنن که مردم بیخیال این حق تعیین سرنوشت سیاسیشون بشن و به اصطلاح عافیت طلبی پیشه کنن و بگن که خب بیخیال بشیم و بریم زندگی خودمون رو بکنیم، در حالی که ما باید بگیم که نه، ما پای این حق وایسادیم و حاضرم نیستیم که از این حق کوتاه بیایم و کسی نباید فکر بکنه که حالا اگر ما رو قهر بده با صندوق رای میتونه که بیاد 2 مرتبه سلطنت خودش رو برپا بکنه و بیا حکومت خودش رو برپا بکنه. یک جریانی، یک گروهی، یه عده‌ای بیان و همه مردم و بیشتر از 70 میلیون نفر آدم بخوام حکومت بکنن. نه خیر، ما همچین اجازه رو نمیدیم. یکی از چیزهای خیلی جالب لندن اینه که توش پر مسلمونه. یعنی مسلمان ها همجا میبینی حجابشون رو دارن، خیلی راحت پرکتیس میکنن مذهبشون، یعنی خیلی راحت چیز میکنن، اعمال مذهبشون انجام میدن و به اصطلاح حجابشون رو دارن. برای همین خیلی میگن که اصولا انگلیس که بهترین کشورهای دنیاست برای جماعت مسلمی.
خب ما رسیدیم به ویکتوریا کوچ استیشن لندن. فکر کنم حوالی ساعت 2:30 باشه، 6 به وقت تهران باید باشه. من از اینجا حدود 4 کیلومتر تا محل رأیگیری فاصله دارم. الان اینجا حدود 4 کیلومتر فاصله دارم. میتونم مترو بگیرم یا اتوبوس برم و مجبورم که این 4 کیلومتر رو پیاده برم. فکر می‌کنم حدود طبق محاسبه گوگل حدود 45 دقیقه پیاده راه هست. حالا ببینیم چه جوری میشه. این پارک کنار من هاید پارک، یکی از معروف ترین پارک های لندن که شهرت جهانی هم داره و از لحاظ اجتماعی هم یه جورایی مهمه، به دلیل اینکه خب معروف بوده که خب آدما می آمدن اینجا یه دور خودشون جمع می‌کردن و مثلا اگه می‌خواستن از ملکه یا شاه یا نمیدونم نخست وزیرشون کسی انتقاد کنن، هر چی از دهنشون در میومد میگفتن و میرفتن و کسی هم بهشون کاری نداشته. این دقیقا یه جورایی مثل مملکت خود ما، منتها آزادی بیان اینا یه خود کمتر از مملکت ما. من همچنان دارم از کنار های پارک میرم به سمت کنسولگری سابق. اینجا امت اسلام هستن که مشاهده میکنیم. من فکر میکنم که ما تقریبا رسیدیم یه جایی این طرفه باید باشه. الان این رو قبلا اینجا کنسولگری بود بستنش، الان ظاهرا شده دفتر حافظ منافع که به اصطلاح رأی چیز میکنه. این هم پلیس انگلیسه که اومده اینجا برای اینکه به اصطلاح از انتخابات ایران چیز کنه، از انتخابات ایران محافظت کنه. من حالا میرم به سمت همین دفتر کنسولگری سابق و حافظ منافع جدید و طبق معمولم یه عده‌ای هستن که حالا زمین ور برم، یه عده‌ای هستن که همیشه میان تظاهرات میکنن و یه چیز خیلی جالب راجع پلیس انگلیس اینه که همینطور که میشه دید اصلا چیز ندارن، به اصطلاح اسلحه ندارن. ولی جالبیش اینه که خب اینا تا اینجا اومدن که بتونن امنیت اینجا رو به اصطلاح چیز کنن، بتونن امنیت اینجا رو برقرار کنن. اینا میگن مرگ، اونا میگن مرگ. وضعیت این وضعیت مملکت ما همونطور که شما میبینید. جناب پلیس نمیدونم این تعداد اینجا هستن داده رفته دوچه رو بخوام برای بودم این کارنامه شما البته نه همه هیچ کس دو دل نیست. هر کس به ایران اهمیت میده، هر کس این خاک ایران رو دوست داره رأی میده. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر منافق، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر منافق. نه برو گم شو مزدور. شما اسم
ایرانی نیستی مزدور برو گم شو ما اینترنشنالیستیم برو گم شو مزدور همینه دیگه وضع مملکت ما اینه افتخار مزدوری وطنه مزدور برو گم شو سخت کردیم ما البته مرز نداریم ما احترام به همه انسان ها میذاریم چقدر احترام میذارید شما اینجا روحانی برادریشون صبح داری فوش دیگه منافق خونش مباهه احترامه به اینجا آزادی نداشتیم و الا با قمله و چاقوتون میومدیم حتما میکردن اگر پلیس همون دیگه همون کسافتیم بنیاد جمهوری اسلامی با کشتار و جنایت و شکنجه اومده با همون قمله و چاقو و شمشیر علی اومده همونه دیگه وایسا این لطفه روحانی داره حرف میزنه حرفتو بزن لطفه روحانی بگو این چجوری صحبت میکنه؟ تو یه مزدوری اگه من مزدورم به چشم شما مزدورم همه این ملتی که اومدن لطفه آخوندایی میدونی؟ لطفه آخوندایی خودشون هم میگن مباهه یعنی کشتار و اعدام و با شمشیر سر بریدن و گیوتون به قول خودش مباهه بنیادش چرا تو میدون سرخ اینجا جاتون نیست برید الان میفهمید اینا فکر کنم دیگه دارن میرن دیگه جای تو اینجا نیستش ببین جای تو خب مشهد آشغال جای تو اینجا نیستش بیا جلو بیا بیا جلو این وقتی که فوش داد این پلیسه بهش گفتش که باید چیز کنید زبونتو درست نگه دارید یعنی الان این پلیسه رفته که اینا رو جلوشون بگیره برای اینکه اینا خیلی اگریسیو و خیلی چیز شدن و جالب اینه که این پلیسی که اینجا بود داشت با همکاری که صحبت میکرد انگار مثلا تاریخ روابط ایران و عراق رو میدونستش برای همکارش توضیح میداد که خب مثلا کرد چیه نمیدونم چیز چیه فعلا مثل که دارن میرن این پلیسه بهش میگه که شما دیگه تموم شدین دیگه تموم کردیمت برین خیلی پلیسا اینجا جالبه این پلیسه داره بهش میگه که شما دیگه کارتون تموم شده بعد بریم هنوزم که الان حدودای ساعت فکر کنم ساعت 4 به وقت اینجا بازم ملت دارن میان که رای بدن 4 به وقت اینجا ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران من یه توضیح بدم این سردر کنسولیه سابقه که الان زوم میکنم شده دفتر حفاظت منافع و این رنگایی هم که اینجا میبینید پاچیده شده برای چیز بوده ظاهرا این حزب کمونیست نمیدونم چی که اومده بودن اینجا فوش میدادن اومدن این رنگا رو اینجا پاشیدن و رفتن روی دیوار سفارت خب الان حدودای ساعت 5:30 من از اینجا 2 مرتبه بعد راه بیفتم پیاده برم به سمت به سمت ایستگاه اتوبوس فکر کنم حدود 1 ساعت 4 کیلومتر بعد برم امیدوارم که از اتوبوس جا نمونم چون که اگه جا بمونم خیلی اتفاق بدی میفته وقتی هیچ کاریش نمیتونم بکنم
یه نکته خیلی جالب برام این بودش که توی این شلوغی یهو 4 نفر آدم دیدم که 2 تاشون دختر بودن 2 تاشون پسر. بهم گفتن که داشتن رد میشن، یهو آقا شما ایرانی هستی؟ گفتم که آره. بعد گفتن خب کنسول از کدوم طرفت بریم؟ بعد بهشون آدرس دادم. بعدش هم میدویدن گفتن که خب نمیخوان جا بمونن قبل از اینکه اصطلاح رأی‌گیری تموم میشه. فکر کنم که همین رو باید برم. خواسته دویدن و رفتن. خیلی جالب برام این هجوم مردم به صندوق‌های رای و آدمایی که قاعدتاً نمیدونستن کنسول کجاست دیگه، یا هیچ وقت راهشون به اونجا نیفتاده، یا اینکه رای اولیان، یا مثلا مثل من از شهرستان اومدن. خب اینجا حدوداً ساعت 6:07 من دارم از لندن راه میفتم که برم به سمت شهر خودمون. فکر میکنم که تهران حدوداً باید ساعت 10:15 باشه و احتمالاً باید انتخابات تموم شده باشه. من حدود 3 ساعت راه دارم، بیشتر 3 ساعت راه دارم تا برسم به مرکز شهرمون و از اونجا من بعد قطار بگیرم برم به سمت خونمون. خب همینطور که می‌بینی الان ساعت 1:09 به وقت اینجاست، احتمالا 12:00 به وقت ایران. و همینطور که می‌بینیم ما اینجا کارمون به جایی باریک کشیده و هنوز نرسیدیم، بارون گرفته. من دائما دارم وبسایت ایران رو از موبایلم نگاه میکنم، ولی هیچ کدوم به اصطلاح نتایج اولیه شمارش آرا رو ننوشتن تا حالا. و امیدوارم که به خیر و خوشی تمام بشه. الان حدود ساعت 11 شب به وقت اینجاست، میشه حدودای ساعت 2:30 صبح به وقت تهران. من به طور پیوسته از طریق موبایلم وبسایت‌ها رو نگاه کردم، ظاهراً نتایج رو هنوز اعلام نکردن، ولی در هر صورت من امیدوارم که این سفر کمک بکنه، هر چقدر هم کوچکه ولی کمک بکنه به بهبود وضعیت زندگی مردم ایران و به بهبود وضعیت معیشتشون. و من خوشحالم از اینکه این راه طولانی رو اومدم.